دوستان عزیز، امروز 31 اکتبر سال 2025 می باشد. قرار داریم در دهه چهارباغ ناحیه ورزاب و من نشان میتیم به شما نشونمایی نیال های پیسته هایی که من سال 2023 شناندم. این یک قسمش بی پیوند است، ما این رو پیوند میکنیم و از حاضر از همین شب رو سر کردم و گیرش رو پوبل کرده پورو پرتفته میمونیم دو روقتی، چون که فرصت نمیابیم زمستون. اینش دویمش هست. اینش نامو رو برنج خیلی نقص، چون که دورو میتیم، پورو میتیم و آب میتیم. از همین سبب نشونامایش نهایت نقص است. انا کار کرده است. حوزه میریم نشان میتیم که ما چیکار میکنیم. اینجا نشان تیم ها اواتر بینید در تنش مویز شده است. چخیر مویزی نقص شده است اواتر. این حال اواتر ما داریم و فروش برو بردیم. نیالش 50 سومانی. انا این درخت پیسته نشونامو دارد. این 2 ساله هست. اینش هم 2 ساله هست. خدا خواهد کدامش پیوندی باشد میبندد خودش، کدامی بی پیوند باشد. اینش بی پیوند است. ما این رو پیوند میکنیم. انا این است نیال های پیسته های ما. کدام در اون پایین خشک شده است، ما خشک شده اش را عوض میکنیم امسال. اینش بی پیوندی هست. اینا رو ما قسم پیوند میکنیم. انا خیلی ما بینید چیکار کرده ایستادیم. گیرش رو پوبل کرده ایستادیم. حاضر باز یک مرتبه دیگه با پوبل میکنیم. وقتی که پورو دورو میپرتیم اما فاس و کلی میپرتیم باز پوبل میکنیم. حاضر پوبل میکنیم تو انامین ریشه ها رو گیریم. دیدید ها؟ این ریشه های قومه است. ما اینا رو البته میگیریم از اینجا و انا خیلی پوبل کرده میمونیم. یک بارون زند باز ملایم تر شود نمگیرد. ما حتما این رو پورو میزنیم. پیسته رو بینید دورو میزنیم باز پوبل میکنیم. دیدید بلندی پیسته رو در 3 سال چقدر شد. همه این من خیلی مهنت است. مهنتی که پوبل میکنید، پورو میتید، آب میتید، دورو میتید، اما فاس و کلی میتید. این خیلی دویده میرود. بعد در مدت این 3-4 سال به شما حاصل میدهد. شنونید و مونید نگاه نکنید. این البته حاصل نمیدهد به شما. این از همدیران عزیز نگاه بینید. درخت ها باید ما هر یک درخت ها رو خیلی ارکه کلان کنیم، ایمونیتش رو بقوت کنیم، بقوت کلان کنیم تا اینکه در آینده کسل نشود و با ما داروهای میوه های بهترین تدبینید. نه علاقه تیره مشده است. علاقه برگشت خزان می شود. دیدید برگشت خزان شده ایستاده است. انا این همدیران عزیز مهنت است. ما علاقه قسم پویان ها نه سیب ها را کردیم. هم خیلی سیب و پیسته ها را کردیم. من اینجا بینید. انا وای پیستش هم بینید. این همش تیاری و زمستان. شما هم باید خیلی کنید. اون گلاس رو کردیم. دیدید گلاس هم کردیم پوبل. این گلاس رو بینید میخش رو. همدیران عزیز شما نادیده نگیرید. همین کارها رو کنید. خواهید که نهال شما اوج کند، عمل کند، همین کارها رو انجام دهید. در پناه خدا باشید.